وقت رفتن رحمانوف رسیدگی است. تا 15 ایون این 247,000 باید که به تاجیکستان بر بگردن. بینندگان گرامی، خبرهای ضد و نقیض از مسکو به ما میرسد. معاون اول وزیر کارهای داخله الکساندر گورچکو اعلام کرد که تا 15 ایون در 15 ایون از обрат своих граждан, которые незаконно находятся в России. اگر شهروندانی که در روسیه هستند اونها را باید که دولت‌های مشترک المنافع اسنگ از مسکو از روسیه بگیره برشان. خوب فکر کنید. خب برای ما دیگر چیزاش مهم نیست. در حال اگر نگیرد ما دولتمون گرانیت را به همون دولت یک طرفه میبندیم. اکنون بیاید خودمون کم ترک یعنی خلاصه کنیم که چی خبر است. 120,000 شهروند آذربایجان، 61,000 شهروند ارمنستان، 49,000 گراجدن قزاقستان، 247,000 شهروند تاجیکستان. خب دیگر کشورها حالت خودی آنهاست، ولی واقعا هم ببینید که 247 این با عددهایی است که اونها خودشون گویا میدونند، در حالی که عدد از این به مراتب بیشتر است. که تاجیکستان هم همیشه میگه که 600,000 مهاجر داریم، فکر نمیکنه که 3 میلیون مهاجر زیاد داره. دروغ میگه در پیش پوتین. دروغش او 600 میگه، پوتین 1,200,000 میگه. نیره بیو بگیری شکل دروغایی که رحمان حیث خود دروغ گفتگی فکر میکنه که هم وقت ما دروغ گو هیچ کنه میقپام، در حالاتی که مردم به فکت و دلیل صحبت نمیکنن. 247,000 تاجیک باید تا 15 ایون بعد تاجیکستان برگردانده شود و 247,000 آدم اکنون فکر کنید که اگر هر یک کدومش 5 آدمی برای خوردن داشته باشد، انا که خودتون بستین فکر کنید که چی گپ میشه. 247 اگر 5 آدمی باشد 1,300,000 بیشتر تاجیک از این 247,000 آدم چیکار میکنه؟ نان میخورن. اکنون 247,000 ضرب 5 1,200,000 باید در تاجیکستان ناآرام گرسنه نان خوردن نداشته باشند. اما پس به اینها باید رحمانوف نان بدهد و عجب کاری از یک نگاه میشود. برای چی؟ یعنی برای این میشود که اینو بگردن بروند. خدا خواه حتما دیگه سقوط رحمانوف نزدیکتر میشه، چون که رحمانوف اگر تا همون ذخیرهای میلیاردای دزدیدگیش اگر ای خارج بر نگردونه نیاره و برای مردم پول بده، که رحمانوف نمیکنه این کارا. رحمانوف یا آدمی گرسنه هیچ وقت اون چیزی که جمع کرده از بود دزدی میگن که موشه خزینه ش بیای تلخش میکفه میبره. رحمانوف همون حساب شکی پیدا کرد، تلخش میکفه میبره خونه سوتره. اصلا گفتی گپو این برای این ملت یگون چیز دادنی نیست جز از گرفتن. فقط میخواهد که بگیره، یعنی وظیفه این گرفتنه. جان میگیره، شرف میگیره، عزت میگیره، یعنی که دخترها را بازوری میگیره، تجاوز میکنه. تمامی مقدسات این ملت گرفت، مسجد همون گرفت، حجابای زنامون گرفت. یعنی فضیلت بزرگی این ملت در نزد دیگر ملت ها گرفت. رحمانوف تنها و تنها میگیرد. رحمانوف یگانه کاری که میکند میگیرد، یعنی تنها و تنها هر چیز این ملت داشت از شرف، ناموس، عزت، یعنی شکوه و شهامت گذشته، تمام بزرگی این ملت رحمانوف گرفت و یک ملتی چرک و جمع شد برای عالمیان به ارمغان گذاشت. در داخل کشور اینقدر غلام و غلام بچه و غلام زاده دیگر چیزی برای این ملت باقی نگذاشته است و میلیاردهایی که دارن خودش با دخترها و دامادای بیشمارش، با وزیرهاش، با بعضی وزیرهاش، اونها در حسابهای خودشان هستند و اونها را برای این مردم و ملت دادنی نیست. پس فکر کنه که عادی‌ترین حسابی که هست 247,000 حساب کردیم حدود بیش از 1,300,000 تاجیک باید که گرسنه بمونند و گرسنه ماندنشان به همین حساب است که اگر این ملت به پا نخیزد و از شخصیت خودش حمایت نکند و از ملت از خانه و کاشانه خودش حمایت نکند، از ناموس و شرف و عزتش حمایت نکند، پس بدانید که گرسنگی شدیدی که رحمانوف میگفت 2 سال ذخیره کنید، انا که وقت 2 سال ذخیره نه
وقت رفتن رحمانوف رسیدگیه. تا 15 ایون این 247,000 باید که به تاجیکستان بر بگردن. دیگه زندان نداره، زندانشون کنه دیگه یگان چیز نداره. این 247,000 از زندان کردن نمیتونه که بگیره همش بگه شما زندانیتون میکنید. پس یگانه راه همین یعنی که کاری که ما میتونیم کرده انشاءالله بیداری ملت و از بین رفتن یک رژیم دیکتاتوری و ظالمانه ای که رحمانوف تا امروز بر علیه ملت و مردم آن را توانست که تشکیل کند و این ملت تا امروز به بدترین حالت ها گرفتار گشته است.